سلام دوستان، اومدم توی این ویدیو بهتون آموزش بدم که چطوری به سرور رسولکرفت وارد بشید. یه ویدیو به شما داده بودم که توی این ویدیو میخوام بهش عمل کنم برای ماینکرافت جاوا و ماینکرافت بدراک. توی این ویدیو میخوام ماینکرافت جاوا رو آموزش بدم، پس حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باش. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. اولین کاری که شما باید بکنید اینه که ماینکرافت جاوا رو نصب داشته باشید و اینکه باید قسمت وارد بخش مولتی پلیر بشید. و از بخش سرورها باید وارد بخش سرور بشین و سرور آقای رسولکرفت رو پیدا کنید که اینم آی پیشه mc.biqanunabad.com. سرور نیمش هم 2 تا 1. حالا دانو میزنید و وارد سرور میشید. وقتی وارد سرور شدید، درسته یه خورده لگه براتون بازی. وقتی وارد سرور شدید یه دونه اول اینجا برای شما پیامی نویسه که پلیز لوگین ویز کامنت لوگین پسورد، یعنی پسوردتون رو باید وارد کنید و ریجستر کنید. برای این کار من الان تی چتمو باز میکنم، روی تی ضربه میزنم، دکمه تی روی کیبورد ضربه میزنم و اینجا ادساین رگ داره. شما میزنین @رگ و رمزتون رو وارد میکنیم. دوباره بعد رمز رو وارد کنین 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 با فاصله کوتاه. خب وقتی اینو زدین وارد سرور میشید و از دفعه بعدی که خواستین بیاین توی سرور فقط کافیه لاگو بزنید، تی چت رو باز کنین، لاگو بزنید و یه بار رمزتون رو وارد کنین. هنگام اون لاگ 1 2 3 4 5 6 7 8 چسبیده به هم نباشه، یه فاصله کوتاه. وقتی رگ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 رو بزنید، یعنی همون رمزتون رو وارد کنید بزنید، وارد گیم میشید. همونطور که میبینید بازی 3 تا گیم مود داره: بیقانون آباد، هاردکور، سروایور و کریتیو. کریتیو که همون وردا دنیای خودتون رو میتونید کریتیو بزنید، میتونید بلدین کریتیو میتونید بزنید. گیم مود بعدی سروایوله که سروایول هم چیز دیگه، مثل همون سروایو کردن خودتونه، بعد دنیا رو تموم کنید. و هاردکورم که خب هاردکورم اگه موضوع یه جا اینجا یه ریسکی کوچیکی وجود داره. هاردکور تو این سرور اگه شما ببازین و حالا بمیرید به مدت 1 سال از سرور، خود آقای رسولکرفت گفته بن میشید و نمیتونید بیاید. به مدت 1 سال تو سرور بن میشید و نمیتونید بیاید. پس من احتمال میدم که باید بازی رو گیم مود سروایول یا همون اصلی بازی کنیم، خیلی هم بهتره. امیدوارم از ویدیویی که براتون گرفتم خوشتون اومده باشه. حتما لایک و کامنت فراموش نشه، سابم بکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.